این قسمت دوستان دیوار سبز واربن بهتون معرفی میکنیم. این دیوار سبز یکی از بهترین نوع‌های مدولار در ایران که به راحتی بدون یک قطره نم اجرا میشه و سیستم نگهداری و آبیاریش هم بسیار ساده و راحت هستش. توی سیستم دیوار سبز دوستان شما یه خط اصلی آب دارید از طریق شیرها، قطره چکون و لوله های 16. از طریق قسمت هایی که توی اینجا میبینید لوله فیکس میشه روی گلدون ها و در ته دورکن میخوره و با این شیرها شما میتونید پخش آب رو در ارتفاع هدایت بکنید به صورت یکسان پخش بشه و کل حجم آب به پایین نره. من ساختار زیرسازی دیوار سبز رو بهتون معرفی میکنم از طریق پنل هایی که رنگ کوره‌ای شده فلزی است و در 3 تا سایز استاندارد، سایز نیمه عمودی و نیمه افقی همراه این محصول ارائه شده و گلدون هایی که بهترین سیستم گلدون دیوار سبز در ایران هست که شامل خود بدنه گلدان، قطعه زهکش و مخزن ذخیره آب به همراه قطعه پخش کننده آب که در بالا قرار داره و قطعاتی به اسم فیکسچر که برای قفل کردن گلدون در پنل استفاده میشه که دیگه گلدون امکان بیرون اومدنش دیگه وجود نداره و سرقت و افتادنی نداره. هر گلدون 6 تا قلاب داره دوستان و خروجی این قسمت گلدون درون قسمت پخش آب قرار میگیره بدون اینکه کوچکترین نمی رو بده به پشت سیستم.